موش. بسیاری از مردم آنها را به چشم موجوداتی موذی، کثیف و بیماریزا نگاه کرده و می‌خواهند تا جای ممکن از آنها فاصله بگیرند. اما اکنون افرادی را ببینید که چنان به این موجودات نزدیک می‌شوند که بسیاری حتی خواب آن را نیز نمی‌بینند. به منزل بیش از 15,000 موش خوش آمدید. آنها آزادانه در این معبد در شمال هند جولان می‌دهند. اما شگفتی واقعی کارهایی است که پرستندگان آنها با این موجودات انجام می‌دهند. آنها نه تنها به موشها غذا می‌دهند، بلکه از ظرف آب موشها می‌آشامند و از همان ظرف غذایی می‌خورند که موشها در آن می‌لولند. این برای آنها افتخاری است. به عقیده آنها موشها نوادگان الهی این معبد هستند. اما برخوردهای نزدیک واقعی متعلق به خاندان روحانیون معبد است. آنها با موش زندگی می‌کنند. به عقیده آنها این موشها اجداد آنها هستند که به این صورت تناسخ یافته و در واقع بخشی از خانواده هستند. هنگام آماده کردن نهار موشها از همه زودتر آن را می‌چشند. و هنگام خوردن تکه نان باید آن را با بسیاری دیگر سهیم شود. این عضو خاندان به این موشها کاباس یا فرزندان کوچک میگویند و همیشه اجازه میدهد آنها پیش از او غذا بخورند. نام آن را شیطان سرخ گذاشتند. اینجا در